سلام، خدا قوت. در خدمتتون هستم با جلسه هفتم اهمال کاری. امیدوارم که بتونیم بریم حمله کنیم به اهمال کاریامون، یه دونه رو شروع کنیم، خط روش بندازیم، شروع کنیم و جلو بریم. خیلی وقتا بچه هایی که اهمال کاری دارن مشکل در اولویت بندی دارن. خیلی وقتا ما نمیدونیم سراغ چی باید بریم، یا خیلی وقتا میگم جواب دادن یه پیام چرا راحت تره. مغز من دوست داره کار راحت رو اول انجام بده، میشینه جلو تلویزیون فقط فیلم نگاه میکنه، هیچ کار خاصی انجام نمیده، چون یه کار راحته تو اولویته. خیلی وقتا اولویت بندی ها به من کمک میکنه که یه کار مهمتری بتونم انجام بدم. اصل پارکینسون به من چی میگه؟ میگه آقا هر کاری رو بخوای در یک تایمی انجام بدی تو همون حد کش میاد. یعنی مثلا شما میگه آقا من 3 ساعت برای یه کاری زمان دارم، میگه خب آقا ان بذار 2 ساعت استراحت میکنم، یه ساعت آخر میرم سراغش. اصل کار یه ساعت زمان نیازش، میتونست همون یه ساعت انجام بدی و تماشا بره. ولی خب ممکنه یا اینکه وایسم کند انجامش بدم. خیلی وقتا بچه‌ای که درگیر میگن آقا ما ذهنمون ما کارمون رو کند انجام میدیم، درگیر همینن. یعنی هی میگه آقا بذار اول اینو باید کامل انجام بدم، یه کمالگرایی بغلش داره میزنه، یه چیز دیگه هم اینجوری و میاد دیگه بذار. یا خیلی وقتا میشه این شکلی، طرف میاد میگه همه کارو میخواد دقیقه 90 انجام بده، شب امتحان میخواد عمومی و فقط شب امتحان جمع کنه. خب بله، نمره 10 نصیبت میشه ته تهش در بهترین حالت دیگه. مگه اینکه دیگه نخوابی، حالا یه دونه رو نخوابیدی، دو تا رو نخوابیدی، سه تا رو نخوابیدی، چند تا رو میخواید که کلا نخوابی. پس این حالا توجیه میکنم آزمون ترم به حجم درس بستگی نداره و زمان و فرصت کافی تو اختیار دارم. یا من مثلا الان میگم الان نگاه کن، از مهر ماه چرا عربی بخونم؟ حالا بعدا میخونم دیگه، در صورتی که عربی نیاز به مرور هر روزه و توجه به درس روز دبیر و تمرین نهایی حل کردن، تمرین کتاب حل کردن داره. بهتره تو فرایند زمانبندی کمترین زمان ممکنه به کارها اختصاص بدی. میگه آقا شما تو اون فضا رو برای خودم دارم میسازم، میگم که آقا حالا این کمترین زمان رو بذاریم، حالا کارهای مهم رو انجام میدیم دیگه، حالا چه کاریه. یا مثلا تو مدل زمانبندی مناسب میگه آقا کاری که قرار 9 ماه انجام زمان ببره 6 ماه زمان بهش اختصاص میدیم. هی نمیشه، هی نمیشه. میگه آقا هی کاره بالاخره شما نکنه چند تا توی همین مملکت شما روز شماری میبینید یا ساختمونی میبینید که مطابق روز شمارش تموم میشه، چند تا میبینید. خیلی وقت هست و به یاد باید داشته باشیم که استفاده از شبه علم در زمان کوتاه میتونه پاسخگو باشه، ولی جواب گرفتن با روش‌های علمی زمان بره. یعنی خیلی وقتا شما میرید نگاه میکنید میگه بابا من وقتی که میرم پیش این مثلا فالبینه خیلی حالم بهتره، تا اینکه میام پیش علی خانی میگه باید اینجوری برنامه‌ریزی کنی، فلان کارو بکنی، بیسار کارو بکنی. خیلی حسم وقتی تو اون یه ساعت تو اون جلسه انگیزشی زرده هستم حس بهتری دارم. ولی میام بیرون میگه علی خانی میگه یه راه حل وجود نداره، راه حل ساده وجود نداره فلان. خب پس اینجاست دیگه. و تیک زدن ذهنی قبل از خواب باعث تقویت عضله اراده میشه، همون جایی که گفتم مرکز تصمیمه. وقتی بهش نشون میدی آقا این کاری که امروز کردی یه کمکی بهت کرده، اون خودش رو یواش یواش داره انتقال میده تو فرایند اتوماتیک ذهنی که آقا کمتر براش انرژی صرف کنی، کمتر براش انرژی صرف. و قانون 25، این قانون رو وارن بافت اولین بار شاید بگیم دربارش حرف زده، ولی خب قبلا رو به روش های مختلفی اینم باز بخشی از شبه علم میتونه باشه حتی، چون روش دیگه، حالا 5 20 30 10 اهمیتی از این جهت نداره. موضوع اینه که ذهن من رو میخواد مثل یه نورافکن بندازه روی سری چیزا. خب داره میگه چی؟ میگه آقا اولویت بندی مناسب در بین اهداف. میگه من دارم وقتی یه نگاه میکنم میگم آقا فکر کن کل اهداف ضروری و مهمت رو بنویسی، در طی یه سال میخوای چیکار کنی. 20 تا هدفه. این 20 تا رو که نوشتی کاغذ رو برمیگردونی امتحان کنید. الان برید یه کاغذ بیارید، 20 تا هدفی که میخواید تو طی امسال تا سال بعد بهش برسید رو بنویسید. حالا میگه که ببین این رو با خلبانش وارن بافت انجام داده. میگه حالا ببین 5 تاشو انتخاب کن که برات خیلی مهمتره، اون ور کاغذ بنویس. خلبانش این کارو میکنه. میگه خب با 15 تای بعدی چیکار کنم؟ میگه بریزشون دور، رو همون 5 تا زوم کن. و این 10 کار 5 تا کار، میگه 10 تا اولویت ضروری از 20 تا رو انتخاب میکنه، که دیگه 5 تا انتخاب میکنه و اونا رو انتخاب میکنیم به جای اینکه بخوایم 20 تا کار رو انجام بدیم. و طبیعتا میگه آقا یواش یواش ممکنه با این کار به 6 تا برسی، 7 تا برسی، ولی 20 تا میگه من دارم زوم میکنم، این نور افکن من نمیشه همه اینا رو انجام بده، نمیشه.
با تعادل الزاما، خصوصا وقتی اهمال کاری زیادی داشتیم، ما نیازمندیم که یه گوشه نقشه رو باز بکنیم و از اونجا شروع کنیم بزرگتر کردن سیطرمون. خیلی وقتا نگاه کردن به این لیست باعث میشه که ما عوامل اصلی اهمالکاری رو پیدا کنیم. یعنی مثلا این کار خیلی طولانی بوده، من گذاشتمش، هی گفتم بعدم انقدری گذشته که این دندون بغلی هم خراب کرد، انقدری که نرفتم همش گفتم کار دارم. میتونیم قلاب بندازیم، اون لیسته رو تکون بدیم، هر روز بخشی از این 5 تا کار مهمه رو انجام بدیم و مراجعه به کار جدید احتمال افزایش اهمالکاری رو زیاد میکنه. یعنی که من میگم تو سال کنکورم باید من ورزشکار قوی باشم، باید در عین حال مطالعه غیر درسی داشته باشم، میگه آقا وقتی تو هی داری میگی 5 تا رو میکنی 10 تا، این 5 تا بشه 10 تا، کارت برای اهمالکاری راحت تر میشه. میگه من که به همش نمیرسم، پس چرا اینو انجام بدم؟ و روتین ها رو بر اساس این 5 تا اولویت اصلی میچینیم. مثلا میگیم آقا من یه سری روتین دارم برای مسئله شیمی نیاز دارم، میدونم چیکار باید بکنم، این روتین ها نیاز به توجه ویژه داره. یا مثلا مثل روتین پوسته که خیلی از افراد برای خودشون میشینن که کی باید مثلا فلان کرمو بزنن، در چه صورتی، مثلا اول صبح مثلا یا یه کاری که هر روز انجام میشه و در ابتدای صبح، انتهای شب، یا مثلا در طی روز. همه اینا مهمه. مثل دارو، شما دیگه انرژی خیلی مصرف نمیکنی. چند باره که مثلا الان مثلا میخوای لباس مدرسه تو وقتی بپوشی، چون یه لباس فرم انرژی براش صرف میکنی. اصلا یکی از محاسن لباس فرم همین، تصمیم گیری رو راحت میکنه. یعنی یه وجه دیگه تصمیم گیری رو برای کلاس باقی میذاره، قدرت مغزت. یعنی به نظرم یکی از محاسن لباس فرم، شما میدونی یه لباس قرار بشه، صبح به این فکر نمیکنی وای چی کار باید بکنم. یا مثلا مادرها خیلی وقتا اول صبح که پا میشن، اون مرکز تصمیم گیری براشون میگه آی چی باید شام چی باید بپزم. یکی بزرگترین مشکلاتشون این شکلی. نمیدونم خانوما همینطور، یعنی میگه این من میخوام این کارو انجام بدم، توی غذا پختن انقدر برام تصمیم گیری سخته که چی بپزم امروز. و به خاطر همین این اتفاق میفته و بر مبنای این میتونم خیلی کارها رو انجام بدم. و خیلی وقتا میگم این روتین، من وقتی میخوام نماز بخونم، میخوام یه کاری بکنم، یه خیلی تصمیم نمیگیرم وقتی اتومات شده باشه، در صورتی که وقتی میخوام بار اول برم مثلا یه کاری رو انجام بدم، مثلا مثلا رفتن سراغ تست مسئله زدن، رفتن سراغ مثلا باشگاه تمرین، که تصمیم بگیرم کیفمو بردارم، سخت ترین کاره. ولی وقتی کیفر رو مثلا آماده میکنم، همه چی آماده است، طرف بار مثلا قبلی دیروز رفتی باشگاه، اومدی لباسات دیگه لباس کثیفا رو ننداز، این تو تصمیم گیری اذیتت میکنه، باعث اهمال کاری میشه که فردا نری. میگه آقا لباس کثیفا رو همون موقع بنداز، بعد برو لباس تمیزا رو بذار، فردا تصمیم گیری راحت تره. اسنپ رو که میگیری دیگه رفتن عجیب نیست. خب میگه یه بخشی از اون کارا رو که روتین بکنی، تو اون قسمت اتومات مغزت کمک میکنه که بتونی تلاش کمتری براش انجام بدی و مغزت برات راحت تر باشه این کار رو انجام بدی. بهتر صبح به کارهایی بپردازی که تمرکز بیشتری نیاز داره. یعنی اون مرکز اراده و عضله اراده ما توی صبح ها فعالتره. میگه سر صبح میخواید کار مثلا خود ورزش کنه، سر صبح باشه، خیلی راحت تره براش تا وقتی خسته داره از سر کار برمیگرده. و آقای آنتونی ترولوف با الگوی زمانبندی مناسب و مشابه پومودورو 40 تا کتاب نوشت. میگه هر روز مینوشت. نوشتن هر روز بسیار مهمه. مثلا این سوال میتونی بپرسی که 5 تا کار اصلی یه دانش آموز تو سال کنکورش چیه؟ 5 تا کار اصلی دانش آموز 11 تجربی چیه؟ در طی سال به جای اینکه 20 تا کار برسه، من باید هم موزیسین خفنی بشم، هم ورزشکار خفنی بشم، هم دانش آموز خوبی باشم، همین که مثلا هر کاری رو بخوام به موقع انجام بدم، درس روز رو در روز بخونم، هر کدوم اینا میبینی که خیلی کارو سخت میکنه. در صورتی که وقتی که هدفمند باشه، مغز من خواه ناخواه یه آرماتوری میاد میبنده زیر این، انگاری یه داربستی میبنده زیر این، اون چیزی که به کیستون تبدیل میشه برای من، یعنی یه عمل اصلی تبدیل میشه برای من، دیگه برام تکرار پذیر. میگم آقا چیکار کنم برام راحته برم مثلا سر صبح بشینم، مثلا سر صبح ورزش کنم، 5 دقیقه ورزش کنم، 3 دقیقه ورزش کنم، 10 دقیقه ورزش کنم. خیلی وقتا این اتفاق میفته و بهتر مولتی تاسک نباشیم. زمانی که آی بی ام مولتی تاسک بودن رو تعریف میکنه، این کار کامپیوتره. اصلا انسان کارش مولتی تاسک بودن نیست. وقتی دوست داری مولتی تاسک باشی، یهو میبینی که اومدی مثلا وسط اومده بودی یه اس ام اس چک کنی، بعد داری تو تلگرام بالا پایین میکنی، نمیدونی دنبال چی داری میگردی. چرا؟ چون
یهو یه نوتیفیکیشن اومده حواست رو پرت کرده، یه قلابی انداخته تو رو، توجهتو گرفته برده توی یه جای دیگه. یا رفتی تو اینستاگرام یهو دیدی یه دونه ریلزی هست، یه دونه مثلا چه میدونم یه استوری هست، یهو داری میبینی اصلا تو اون دنیا رفتی و تموم شد. یعنی این قلابه داره تو رو میکشه. چرا؟ چون کار راحت تریه. چون کار راحت تریه. و ذهن ما برای این کار طراحی نشده. اصلا اینکه به اینکه مولتی تاسک باشیم ننازیم. من میخوام آقا چند تا کار رو انجام بدم ولی به موقعش انجامش بدم. اینکه دارم چند تا کار رو همزمان انجام میدم خیلی به نظر من دچار نقص توجه میکنه به نسبت اون کاری که مهمتره، اون 5 تایی که انتخاب کردیم. پس استفاده از گوشی برای زمانی که دارن درس میخونن، بچه ها موسیقی گوش دادن، راه رفتن، مکالمات جایی. طرف داره مثلا داره به من مثلا برای من داره درس میکنه، مثلا داره خلاصه نویسی میکنه، یه کار این شکلی انجام میده، داره به چیزی که مادرش داره توی خونه مثلا داره با خالش داره صحبت میکنه هم فکر میکنه و حتی میتونه بره ادامه بده مکالمه رو. پس ویژه کامپیوتره، ویژه ما نیست. و چند وظیفگی یعنی همه چیز در اولویتته. و وقتی همه چیز در اولویتته یعنی هیچ چیز اولویت نداره. شما وقتی نگاه کنید من میگم همه چیز برام مهمه، خب یعنی هیچ چیز برام مهم نیست دیگه. چون هیچ چیز برای من جهتش رو مشخص نمیکنه. ما توجه های مختلفی داریم. توجه انتخابی، سلکتیو اتنشن، میگه به یه چیز توجه میکنیم، باقی چیزا رو میذاریم کنار. و اینجا توجه انتخابی برای من مهمه. چند منبع توجه، شیفتینگ اتنشن، یا سویچ بین توجه های مختلف. مثل اینکه شما نگاه کنید به گوشیتون، هر نوتیفیکیشنی میاد اون به شما دستور میده چیکار کنید، داره شیفت میشه توجهت به چیزهای مختلف. توجه پایدار، sustained attention، یعنی میگه آقا یه چیزی رو بگیری بری جلو، فاصله هم نندازی. اینم باز خیلی به دردمون میخوره. توجه تقسیم شده، divided attention. مثلا نشستی تو ماشین میگه یا مثلا خیلی وقتا کارهای حالا یه سری بی اثرتر، باز مثلا اون پادکست و مثلا کتاب صوتی گوش کردن خوبه. خیلی وقت هست ما مثلا کار بیهوده انجام میدیم، مثلا شیر آب تو همون بازه، مثلا پامونو میگیریم زیرش هدر نره. این تقسیم توجه خیلی به من کمک نمیکنه. نمیتونم نه به اون کتاب صوتی خیلی گوش بدم، نه به رانندگیم خیلی توجه بکنم. اما عادت ها خودکارن. ما برای اینکه بازده بالا داشته باشیم نیاز به توجه پایدار داریم. یعنی بیایم از این توجه انتخابی سراغ توجه پایدار و یه کاری بکنیم که یه چیزی بگیریم بریم جلو، دیگه فاصله نندازیم. و این که مثلا خیلی وقتا آدما میدن مثلا اون آدمی که سیگارو ترک کرده کلی هم زحمت کشیده ها، ولی در یه اتفاق ساده دوباره برگشته بهش. این خیلی مهمه. مثلا شما نگاه کنید خیلی از آدما معتادایی که محیط زندگیشون عوض میشه و دیگه به اعتیاد برنمیگردن. این خیلی باز میاد یه وقته محیط تو رو تشویق میکنه. شما ببینید توی سالن سینما چه رفتاری میکنید، توی سالن همایش چه رفتاری، توی مثلا مهمونی چه رفتاری. همه اینا با هم فرق داره. خواه ناخواه وقتی وارد یه فضایی میشین عادتهای شما بالا میاد. من خیلی وقتا بچه‌ها میگم برای اینکه بتونید بازده مطالعاتتون رو بالا ببرید، حالا یا تو اردو مطالعاتی بمونید یا تو اتاق تو خونه که وقتی داشتین درس میخونید، تو اتاقی که داشتین درس میخونید اتاقتون رو عوض کنید. برید تو اتاق پدر مادرتون، برید تو یه اتاق دیگه، اتاق خواهر برادرتون رو عوض کنید، برید اونجا درس بخونید. اونجا بهتر درس میخونید. چرا؟ چون اونجا دیگه برای من تو خاطرات و تو عادتهای من خاطرات قبلی که تو این اتاق اهمال کاری کردم رو بالا نمیاره. و عادتها خودکارن. هر چی بتونیم بیشتر خودکار کنیم اینها رو، امکان اون تلاشه، اون فضای اون انرژی رو مغزم بیشتر داره که سراغ کار جدید بره، یا بتونه اون توجه ساستیند، یعنی اینکه اون توجه پایدار رو رقم بیشتری برام بزنه. و داشتن قدرت شروع بسیار مهمه. بهتره برای رسیدن به قدرت شروع زمان کافی اختصاص بدیم و از کاهشی شدن این زمان جلوگیری کنیم. این خیلی مهمه که من بدونم این فضاه وقتی که هی دارم یا من تصمیم بگیرم یه کاری، یه وقتی هی کشش میدم. نه این ورش مهمه، نه این ور که آره هی بگم باید من سریع تصمیم بگیرم، هی انقدر دارم میگم سریع تصمیم بگیرم نمیدونم چیکار میکنم، میشم مصداق اون چی میگن اون علاقه که بین یه دونه اینکه آب بخوره یا غذا بخوره توی فاصله ثابتی، یه آیی غذا و آب براش میذارن،
هی این میره میگه من الان تشنمه، گرسنم، میدونم انرژی هم انقدر نیست برم اونجا بخورم از گشنگی میمیرم، برم اینور از تشنگی میمیرم. خلاصه هی تصمیم میگیره میره اینور، هی میاد اینور، هی میره اینور، آخر سر جاش میمیره. چرا؟ چون نمیتونه تصمیم بگیره. نه اینقدر طول بکشه، نه یه تصمیم بگیر برو سراغش. و اگه زمان اختصاص داده شده کاهشی باشه، به مرور کل زمانی که اختصاص میدیم کمتر میشه. چون من این کارا رو سریع تصمیم گرفتم، سریع هم سرد میشم. و شاخه به شاخه شدن در واقع تاوان فکری داره. یعنی چی؟ یعنی با هر بار پرش فکری شما 25 دقیقه از اصل کار دور میشی. یعنی این همه زور زدی نشستی اون مرکز تلاش تو مغز تو خونه، هفته صبح پا شدی جمعه درس بخونی شروع کردی، یا اینکه مثلا رفتی میخوای بری پیاده روی کنی، نمیدونم 4 نفر رو میخوای ببینی، میری سراغش وسط کار کم میاری. چرا؟ چون توجه میگی ولش کن، بهش پیام میدم میگم بابا من یه کاری برام پیش اومده. چه کاری، حالا بشینم همینجا دیگه رو تختم دراز بکشم؟ چرا پاشم سر صبح جمعه مثلا هفته صبح برم کوه؟ حالا هفته صبح که خیلی برای کوه رو خیلی ساعت خفنی، زودتر میرم. مولتی تاسک بودن بر اون 25 اثر عکس میذاره، اثر منفی میذاره و تنها با رفتارهای عادتی میشه از مضرات و خطرات مولتی تاسک بودن جلوگیری کرد. و این باعث میشه که من بتونم این رفتارهای عادتی رو تمرین کنم. شکلگیری عادتها با هدف مصرف انرژی کمتر اتفاق میفته. میگم دیگه شما اون مرکز تصمیمتون رو چیکار کنید؟ دارید عضله هاش رو قوی تر میکنید و اون انرژی رو الکی هدر نمیدید. در نتیجه رفتار عادتی با اهمال کاری تفاوت داره. برخی از رفتارهای عادتی مثلا رانندگی، خوابیدن، بیداری، لباس پوشیدن، اون تایمایی که الان بهش عادت داری رو داره میگه. من از 11 بیدار میشم، همیشه 11 بیدارم، 9 صبح بیدارم، 7 صبح بیدارم، براش انرژی صرف نمیکنم. خب اون تایمی که همیشه عادت بدنمه، برای اون انرژی نمیخواد صرف کنی. اما رفتار هدفمند، یعنی اون گول دایرکتد، مثلا میگه اون رفتاره نیاز به تلاش داره، نیاز به اون ایفرته داره که من این شرایط رو یا این تلاش بکنم برسونم بالا. و حتی در حوزه کارهای مثل خورد و خوراک، حتی اینکه من میگم برم اونجا یه غذای رژیمی بگیرم، اون چه کار؟ یعنی که مثلا برم یا حالا نون هست دیگه، چه کاریه برم غذا درست کنم با یه هر چیزی شکم که نمیفهمه چی داری میخوری، از اینجا به پایین دیگه لوله گوارش فرق کارش بکنه، مزه رو فقط اینجا میفهم. خیلی وقتا دیگه اصلا برات مهم نیست. بعضی رفتارهای نظامی میتونه در پرهیز اهمالکاری تاثیرگذار باشه. یعنی طرف میگه برو سربازی مرد چیه، بخشش اینه، میری نگاه میکنی باید شوخی ندارم، باید فلان ساعت بعد اینکه از سربازی برگشته دیگه مثلا 5 صبح بیدار شدن براش سخت نیست، من میدونم آقا شوخی نداره، یه رو اضافه خدمت براش میزنه. خب یا مثلا سفت و سخت عمل کردن، اینکه آقا من رفتم تو اتاق یه کاری کردم دیگه نتونم بیرون بیام، گوشی من بیرونه، کلیدم دادم که میام من وقتی در زدم درو وا کن. یا مثلا به روش قدیمی که معتادا رو ترک میدادن میبستنشون به تخت. یا این سریع ترین روشه، مثلا توی سال کنکور مثلا اردوی مطالعاتی که از روش های سریعه، میگه آقا این نظم و نظامه باعث میشه من برگردم. بچه ها بعد سال کنکور احساس خلأ زیادی میکنن، چون از یه آدم منظم تبدیل میشن به آدمی که هیچ هدفی نداره، عادت کرده بوده به مطالعه، یا میبینه اصلا هیچ چی وجود نداره دیگه. و تمرکز، حواس و دقت بالا پیش نیاز رفتار هدفمنده. یعنی میگه من هم تمرکز باید داشته باشم، هم حواس داشته باشم، هم دقتم بالا باشه. اینا باید سخته برای من دیگه. و بهتره که سراغ چند وظیفگی نریم، بریم سازماندهیش کنیم. بگیم آقا برای بلند مدت چی میخوام، برای یه سال چی میخوام، 6 ماه چی میخوام، 3 ماه چی میخوام. و در این صورت شرایط کنترل اضطراب و ابهام برای من راحت تره. خیلی وقتا از اولیا من ازم میپرسن آقا بچه های ما قبول میشن؟ به نظر شما قبول میشن؟ شما دیگه بعد این همه یه هندونه هم زیر بغل ما میذارن، بعد این همه یعنی نمیدونی. و تاباوری در برابر ابهام براشون سخته. چرا؟ چون چیکار میکنه؟ برای من اهمال کاری رو محگم میگه. حالا چیزی نیست، طرف یا با یه ساعت درس نخوندن، با یه جمعه درس نخوندن چی میشه؟ حالا کسی داره از من میپرسه که 10 تا جمعه قبلیشو پشت گوش انداخت. و سازماندهی کارها مثل تکمیل کردن نقشه پازله. نباید در حین سازماندهی اولویت بندی با اهمال کاری جایگزین بشه. یعنی اولویت رو دقیق باید بنویسی، یه کاغذ بردار همین الان حین است که صحبت منو میشنوی، بنویس اینا رو. نوشتن بسیار به ذهن من کمک میکنه. و برخی افراد اهمال کاری رو جایگزین اولویت بندی میکنم. میگه مثلا رفتم به دانشگاه، میگه به جای خدمت سازم. میگه من میدونم حالا مثلا طرف لیسانس رو گرفته، به خاطر اینکه خدمت نره داره فوق لیسانس میخونه، به خاطر اینکه خدمت نره داره دکترا میخونه، اصلا دوست نداره بره خدمت.
بعد خدمت نرفتن باعث اهمال کاری میشه. یا مثلا نوشتن پایان نامش، شروع کردن به اون چیزی که همیشه عقب انداخته، رژیم شروع کردن، نمیدونم کارای اینطوری. بهتر اولویت ها رو متناسب با واقعیت زندگی خودمون ترتیب بدیم، نه با واقعیت خیالی. اینکه آقا من باید مثلا بهترین، نمیدونم تو خیالم من مثلا بهترین فوتبالیست دنیام. خب من 36 سالمه، نمیتونم بهترین فوتبالیست دنیا باشم الان. خب پس من با واقعیت میام مقایسه میکنم اینو. میشه وقتی مسئله اولویت ما نیست از تکنیک بی‌توجهی استفاده کنیم. مثلا از خودت بپرس که به نتایج فلان کار چقدر نیاز داری. اینکه تو نگاه بکنی، نمیدونم حسرت اینو بخوری که فلان کسا که الان فلان ماشین سواره، وقتی که مثلا 10 سال پیش بود مثلا چی داشت. آقا اون آدم واسه خودش پیشرفت کرده، تو بهش هی فکر میکنی چی میشه، بهش توجه نکن. یا یه چیزی که مثلا شما نمیدونم نرخ دلار رو نگاه میکنی داره بالا، من تأثیری توش ندارم. واسه کسی که پولی نداره نرخ دلار چه اهمیتی داره؟ مسئله اینجاست که بله ما همه با هم دیگه مثلا نگاه میکنیم میبینیم داره یه اتفاق برای جمع داره میفته، پس چیزی که برای جمع داره اتفاق میفته فقط باعث میشه که من بهش توجه کنم. وقتی کنترلی هم روش ندارم، وقتی کنترل روش ندارم فایده برام نخواهد داشت. پس این رو بهش دقت بکنیم، دقیق باشیم. امیدوارم آخر این جلسه حتما اهدافتون رو نوشته باشین، از تکنیک 25 استفاده کنید. یعنی من 20 تا هدف اصلیمو مینویسم یک ساله، بعد میام سراغ 10 تای اولش، بعد به 5 تا تقسیم میکنم و اون 5 تا رو میکنم مهمترین هدفم. 15 تا دیگه رو دور میریزم و این به نظرم من بسیار کمک میکنه برای شما. امیدوارم تو هم این کار رو انجام بدی و فوق‌العاده بشینی پای کارت برای آیندت، برای اینکه هدیه بدی به خودت و چیزی که تو آینده قراره بشی. ارادتمند یا علی، خدا نگهدار.